این دیگه چیه؟ ایول، قارچم واسه غذا میخواستم. هر کجا این 4 نفر رو دیدید به پلیس اطلاع بدید تا مژدگانی دریافت کنید. فقط کافیه الان از مرز رد شیم تا یه زندگی لاکچری رو شروع کنیم. چطوری داشت سعید گوز بلبلی؟ داداش دیگه اون دوران تموم شد. الان به من میگن سعید بیلزریان. حلالت باشه. تو چه خبر رضا مولاچاکی؟ مولاچاکی چیه قزمید؟ الان به من میگن رضا انگیزشی. داداش من که هر بار استوریاتو میبینم به جای انگیزش انریزش میگیرم. تو باید رشد کنی، فقط کافیه که به کنگوشادیت پشت کنی. داشت سعید ماشاءالله بند و بساطی به هم زدی ها. قبلا بهت سگ پا نمیداد. ماشاءالله تو هم خوش سلیقه شدی. قبلا تو پیکان سیس ماکسیموم گرفتی. آره اینو چند پیش جواد تو نمایشگاهش کرد تو پاچم. سلطان راستی خبر پشمریزون برات دارم. رایدر آخر هفته دعوتمون کرده خونه‌اش. میخواد شیرینی خونه جدیدشو بده. اونم کلوف دنگ کافشو به زور میداد. حالا میخواد شیرینی بده؟ آره حاجی منم پشمام ریخته، ولی مثل اینکه واقعا سربرا شده. آهنگ پیشوازشو شنیدی؟ مخاطب در حال عبادت است و پس از نماز با شما تماس خواهد گرفت. من که بعید میدونم اون یزید به این راحتی ها سربرا بشه، ولی بریم حداقل دنگامون رو زنده کنیم. آره بریم به یاد قدیما دور هم یه قلیونی هم بچوقیم. اوه قلیونو که پایم، خیلی وقت دور هم جمع نشدیم. پس هماهنگیش هم با تو رضا مولاچاکی. رضا انگیزشی. حل پس آخر هفته میرینمت. به آقا قدم رنجه فرمودی. آقا جواد شما خودت گوهی، گل واسه چی آوردی؟ این شیرینی خونتون، ولی مثل اینکه من گوه می آوردم. خونه خودتونه بفرمایید. خب بچه‌ها چه خبرات؟ چیکارا میکنید؟ بعد اون داستانی که سر قارچ درست شد دیگه همدیگه رو خیلی کم دیدیم. آره حاجی هممون درگیر بودیم. من که نمایشگاه ماشین زدم. منم که یه سری کارهای انگیزشی انجام میدم. خدا خیرت بده داش رضا. وقتی کلیپ‌های انریزشی تو میبینم مشکل یبوستم حل شده. آره حاجی منم بهش همینو میگم. راستی رایدر تعریف نکردی، تو چی کار میکنی؟ من تو کار فروش کتابم. چه کتابایی؟ کتابای سنتی و سنتی. از کارت راضی هستی؟ الحمدلله. حالا درآمدش خوب هست؟ انشالله. چه خونه ای هم خریدی؟ ماشاءالله. خوشحالم که بالاخره آدم شدیم. فتبارک الله. آقا من یه دقیقه برم بالا الان میام. بچه‌ها خودتون پذیرایی کنید. داش جواد خیارا نمونا. بنال. رایدر جنسا بهت رسید؟ آره بابا همش تو انبار جاسازه. حواست باشه این چند وقت موضوع خیلی خطریه. نگران نباش حواسم هست. رایدر مولاچاکش نمیره. خب تعریف میکردین سلاطین. رایدر با هم دستات بیاید بیرون. ما انبار موادتون رو پیدا کردیم. مواد؟ رایدر داستان چیه؟ تو من کتاب نمیفروشی؟ حاجی راستش از اون روزی که اون قارچا رو تو جنگل زدیم به فکرم افتاد بزنم تو کار فروش این قارچا. خدا رو شکر مشتریام راضی بودن. پس داستان اون کتابا چی بود؟ خب میذاشتمشون لای کتاب میفروختم دیگه احمق. خودتون رو تسلیم کنین، راه فرار ندارین. حالا تکلیف ما چی میشه؟ نگران نباشید بابا با یه صحبت حل میشه. رایدر مولاچاکش نمیره. نگران نباشید بابا با یه تعهد حل میشه. میریم الان یه جا عین هتل. رایدر فقط خفه شو. هر موقع تو میگی نگران نباشی 4 ستون بدنم میلرزه. هی عوضیا به زندان اوهایو خوش اومدین. رایدر نکار تو. سعید نسخ، رضا مولاچاکی، رایدر عامل بگاجی، جواد صبح.
اینجا دیگه چه جهنمیه؟ وای باورم نمیشه رای داره گوساله. من الان باید نمایشگاه باشم. چند تا مشتری مهم داشتم. جواب فالوورای منو کی میخواد بده؟ بچه ها نگران نباشید، رایدر شاید مولا چاکش بره ولی مو تو چاکش نمیره. اگه پامو اینجا بذارم بیرون خودم میکشمت رایدر. بچه ها زود خودتون رو نبازید، هنوز اتفاق نیفتاده. من یکی رو میشناسم که میتونه کمکمون کنه. جدی؟ کی هست طرف؟ بابامه. سعید داداش تا جایی که من یادمه بابات خیلی با حال نمیکرد. داداش تو ظاهر قضیه است، تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی تو دل پدر چی میگذره. فقط واسه یه تلفن جور کنی. بهتون که گفتم زود میایم بیرون. الان تلفن رو جور میکنم. بعد چطوری پخمه؟ تو هم که اینجایی؟ آقا رایدر تو هم سر کتابو گرفتن؟ آره حاجی، سر این بار جدیدمون کتاب خوشای خشم لو رفتیم. حیف شد پسر. سولی اینجا تلیف میلیف از کجا میشه جور کرد؟ حاجی اون یارو کچله رو میبینی بغل دیوار؟ خب اون اندو بساطش نیست. پشمام. از اونی که کنار صندلیه بگیر، ولی تلفنش شرط داره، شرطش هم درد داره. دمت گرم پسر، میرینمت. خب سعید آمارشو درآوردم از کی میتونی تلفن بگیری. سلام قربان، به ما گفتن که شما تو کار خیری، امکانش هست از تلفنتون استفاده کنی؟ آره ولی هزینه داره. خب چقدر باید تقدیم کنیم؟ ناقابله، یه رو. داداش تو این وضعیت رو باید کجا گیر بیارم؟ برنامه املته؟ منظورم 15 دقیقه است. داداش شما به حسابم میزنی؟ بستگی داره. اون رفیقمو میبینی که اونجا وایساده؟ بچه‌ها من رو معرفت سعید قسم میخورم. بزن به حساب اون، قول میدم هزینه‌ش هم سر وقت پرداخت کنه. قبوله. بچه‌ها تلفن رو اوکی کردم، فقط حواستون باشه مولا چاکمون نره. ردیفه ما اوضاع رو میپاییم. جانم بفرمایید. سلام بابا، منم سعید، میخوام یه چیزی رو بهت بگم، فقط سعی کن آرامشتو حفظ کنی. بنال بگو عزیزم. بابا من سر یه داستانی با بچه‌ها لکی افتادیم زندان، به کمکت نیاز دارم. میتونی یه جوری آزادمون کنی؟ پسرم به قول معروف پرفاور رسیکو. بابا میدونم وضعیت خیلی حساسه، ولی دیگه خیلی رمزی گفتی. معنیش چیه؟ پسرم یعنی سیکشتیر. خب سعید چی شد؟ پرفاور رسیکو. یعنی چی؟ اون میاد آزادمون میکنه؟ نه یعنی به گاج رفتیم. آجی اونقدر هم که فکر میکردم کثیف نیست. آره از خونه خودت که تمیزتره، اذیت نمیشی. رضا راستی تو از موش میترسی؟ وای آره چطور؟ از بدون موش چی؟ ان نمک. جواد رایدر هنوز زنده است؟ صدایی ازش نمیاد. آره زنده است، یه ساعت رو توالته، معلوم نیست چه غلطی داره میکنه. دارم مجسمه‌تو میسازم، مساله کم آوردم. وای باورم نمیشه، جدی دیگه گیر افتادیم، اونم کنار این گاو. جواد انقدر زود ناامید نشو، یه جمله هست که میگه تاریک ترین وقت شب درست قبل طلوعه. داش رضا دمت گرم، مساله رسید. تو رو خدا هم سلولی منو عوض کنین، من اینجا با این راسو خفه میشم. اگه خیلی ناراحتی میتونیم جاشو با این عوض کنیم، تازه اومده. جوادکم میخوام هم سلولیت بشم، زالکم. اصلا اینجا چیکار میکنه؟ دمتون گرم، من همینجا جام خوبه، ممنون خدمات خوبتون. بچه‌ها بعد فکرمون متمرکز نگهداریم، ما دنبال یه راه خروج بگردیم. سلاطین نگران نباشین، من نقشه زندان رو تنم تتو کردم. چی؟ سعید باورم نمیشه، تو یه احمقی. ما الان از روی یه رفیق بی کلک مادر و یعقوب تنها چجوری بر راه فر زندان رو پیدا کنیم؟ منم نمیدونم، تتو کارش از این تازه کارا بود، ولی حداقل به درد معنویات اون میخوره. نرینی بابا. خب ارازل تا شما دارید راه فرار رو پیدا میکنید، من بگیرم بخوابم. منم بگیرم بخوابم، خیلی خستم. خب پس همه بگیریم بخوابیم که فردا با ذهن باز بتونیم برنامه رو بچینیم. رضا تو امشب رو تخت بخواب. ردیفه. ای بابا من اصلا بدون بتون خوابم نمیبره. این انکلفتا چجوری انقدر راحت خوابیدن؟ شرایط دیگه این بدتر نمیشه. تشنمه.
ای بابا اینا تشنمه، کجا اومد؟ تشنمه. همینو کم داشتیم. تشنمه. من دیگه طاقتم تموم شد. بابا جان زیدتون یکی به این یه لیوان آب بده. تشنمه. بیا بگیر بخور. آخیش دیگه میتونم بخوابم. تشنم بودم. رضا آروم باش، خودتو کنترل تشنم کن. بودم. پایان شب سیاه سپید است. داش رضا دمت گرم، مصالح رسید. خدایا منو بکش. رایدر امشب نوبت منه آن رو تخت بخوابم. دیشب رو زمین خیلی سرد بود. سلطان شما که غریبه نیستی، من مهره 3 و 4 ستون فقرات همه کم خش برداشته، نمیتونم رو زمین بخوام. مهره 3 و 4 خش برداشته، بقیه‌اش که سالمه. نه 7 و 8 هم کم روغنکاری میخواد، 9 و 10 هم دادم صافکاری. بعدشم من باید نزدیک توالت فرنگی باشم. نظرت چیه رو همون توالت فرنگی بخوابی؟ نه اونجا مهره 1 و 2 یکم اذیته. رایدر به اون کمر رحم نمی‌کنی، به اون چشات یه رحمی بکن. مگه چشام چشه؟ احمق سعید اون ور وایساده. شما انکلفتا دیشب چجوری اونقدر راحت خوابیده بودید با اون خور پفی که سعید میکرد؟ داداش من یکم سوراخ دماغام کوچیکه، واسه همین صدا تولید میکنه. منظورت از سوراخ کوچیک همون تونل چالیس و تونل هرازه؟ تو مگه با این کلاهی که رو سرت صدایی هم میشنوی؟ من سینوزیت دارم، کلمو باید گرم نگه دارم. حداقل یه راگوز باز میذاشی هوایی بهت برسه. میدونستم انقدر دلت واسه گوزم تنگ شده، راهشو وسط باز میذاشتم. ایشالله آزاد شدیم دست جمعی دکتر بریم. بچه‌ها من برم صورتمو یاب بزنم، دیشب خیلی بد خوابیدم. سینوزیتت آب نخوره. راستی سر قضیه‌ای که دیشب صحبت کردیم کسی چیزی به ذهنش رسید که باید چی کار کنیم؟ آره من کل دیشبو بهش فکر کردم و به یه نتیجه مهم رسیدم. جدی چی؟ باید یه جوری فرار کنی. نرینی خب بقیه‌اش چی؟ من تو همینجاشو تونستم فکر کنم، بقیه‌شو خوابم برد. سعید خودت چیزی به ذهنت رسید؟ ما برای اینکه بتونیم فرار کنیم اول باید بفهمیم دقیقاً موقعیت جغرافیمون کجاست. از کجا میتونیم بفهمیم؟ نمیدونم ولی شاید تو کتابخونه بتونیم یه چیزی پیدا کنیم. آره منم میخواستم همینو بگم، بریم. یادش بخیر کتاب ملتش. چیه خوندیش قبلا؟ نه بابا اولین جنسامو با این فروختم. خاک تو سرت، هر چی میکشیم از دست توه. بچه من فکر کنم یه چیزی پیدا کردم. چی پیدا کردی؟ اینجا نوشته این زندانی که ما توش هستیم یکی از امنیتی ترین زندانهای منطقه است. ما از یه زندان معمولی هم نمیتونیم فرار کنیم، چجوری میخوایم اینجا بریم بیرون؟ بچه‌ها من یکی رو پیدا کردم که میگه میتونه کمکمون کنه. اسمش میکائیله. بچه‌ها اگه از این کار خوشتون اومد حتما کارو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها بنویسید که دوست دارین پارت بعدیش هم بسازیم یا نه. جکوارتونه.